بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام آرزو دارم جور و صحتمند و سرحال باشین. بینندای خوب و نازنین، امروز که برنامه را ثبت میکنیم روز 4 عید سعید فطر و 14 ماه ثور سال 1401 است. بعد از کتاب انسان در جستجوی معنا، کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، Think and Grow Richer، مورد بررسی قرار میتیم. نوشته ناپلیون هیل که به همکاری مالی کارنگی صورت گرفت و با خواندنش میلیون ها نفر تانستن که خود از فقر و بدبختی نجات بدن. آرزو دارم که افغانای عزیز ما هم این کتاب بخوانن یا بشنون برنامه ما را و در زندگی خود عملی کنن و خود از فقر و بدبختی نجات بدن و در نتیجه وطن در مجموع از فقر و بدبختی و گداییگری نجات پیدا کنه. برنامه دوم است. عنوان سخن با خوانندگان. ببینیم چی گفته با خواننده ها، چی توصیه داره. در هر یک از فصول این کتاب به رمز ثروتمند شدن کسانی اشاره شده است که من سالها به دقت تمام با گفتگو و مصاحبه زندگیشان را تحلیل کردم. ناپلیون هیل میگه در هر فصل شما رمز ثروتمند شدن کسایی را که من میگه سالها همراهشان گفتگو کردم، رفت با همراه آدمای موفق، از جمله تا با بزرگترین مخترع طول تاریخ با توماس ادیسون از نزدیک دیده و گفتگو کرده، مصاحبه کرده. با هنری فورد که کمپانی موتر جور کرده بود همراه کلشان مصاحبه کرده. این راز را اندرو کارنگی بیش از نیم قرن پیش برایم باز گفت. میگه شروع از این کار از کجا بود؟ از همت یک مرد پولدار ولی نیکوکار. اندرو کارنگی برام گفت، پول داد، وقت داد، گفت برو. اندرو کارنگی، این مرد دوست داشتنی اسکاتلندی، موضوع را وقتی پسر بچه‌ای بیش نبودم به ذهنم سرازیر ساخت. گفتیم خوی از خوردی از 13 سالگی نویسندگی روزنامه نویسی میکرد. میگه من نوجوانک بودم، مرا شان برام گپ گفت. این انسان بزرگ در وجود از می توانایی را دیده بود. گفته بگی کار کن. آنگاه روی چوکیش نشست، از روی مهر چشمکی زد و منتظر ماند تا بداند آیا جان کلامش را درک کردم یا نه، آیا مغزی آنقدر رشد یافته دارم که توصیه او را به عمل درآورم. بر من میگفت که بگی تو یک کار شروع کن. وقتی مطمئن شد که نقطه نظر او را درک کردم، پیشنهاد کرد که 20 سال و حتی بیشتر کلامش را به گوش جانیان و به گوش مردان و زنانی برسانم که بدون آن شاید در زمره ناکام ها قرار می گرفتند. 20 سال وقت برم داد، پول داد، کل مصرف مداد. برو کار کن، برو پیامای مرا بنویس، یک سرمایه دار از دیگران را جمع کن، موفقیت برو برسان. برو اگر نشنون اینا ناکام بقیمانه. پیشنهاد او را پذیرفتم و با همکاری کارنگی تا بر این قول ایستادم. به اساس همکاری از این مرد بزرگ میمه شروع کردم. آقای کارنگی معتقد بود که فرمول ایجازی که او را به سمت سعادت و ثروت برساند باید بدلای کسانی که فرصت آن را ندارند تا خود در زمینه کسب معیشت بررسی کنند رسانیده شود. میگه گفت که ما روشا را یاد گرفتیم چطور پول دار شدم. بعضیا شاید وقتش ندارن یا یاد ندارن، بگیره به گوششون برسان، بگی پیام مرا بگو که از اینی راه موفق میشین. خب معلوم دار است از جایی که شروع شده اول همونجا انقلاب برپا میشه. دیدین امریکا رشد کرد، یکی از دلایلش همین بزرگوارایی است که کار کردن بر کشور خود. آقای کارنگی اظهار امیدواری کرد که بتوانم درستی عقاید رو به استناد تجربه زنان و مردان موفقی که با آنها گفتگو کردم آزمون کنم. میگه روشایی را گفت برو رکت موفقها گفتگو کن، میبینی که قانوناست جواب میده. او معتقد بود که این فرمول را باید در تمام مکاتب و دانشگاه ها تدریس کرد. میگه برین در مکتب و پانتون و مدرسه رمز موفقیت باید شامل باشه. ما وزیر صاحب افغانستان و وزیر معارف در سالهای شاید 97 96 97 گفتم بگیم 50 اصل موفقیت ما تشریح کردیم، امیر دفلش برای کل شاگردا بگوین بگیرن. به خدا نکردن همین کار. رایگان گفتم میره گفتگو کردیم در مکاتب از کامپیوتر، بگیرین در کامپیوترهای مکاتب بدین یک کپی، هر شاگرد بگیره ایره گوش کنه. 50 اصل موفقیت کس قبول نکرد. تو تصور که شاگردای افغانستان 50 اصل موفقیت بلد باشن، معلمش بلد باشه، تحول نمی اولی نکردن. رایگان میخواست، حالی هم حاضر است. خواهی این کارا رو با مصرف مالی خود میکنم براتون. بگیرین استفاده کنید.
خود قرضدار میسازن ولی بر توی درس آماده میکنن، بگی استفاده کن. اما نیست. افغان‌ها واقعا تعهد ندارن بر وطن خود. یک انگشت شمار بله که خفه نشن. اکثریت مطلق ما هیچ در فکر وطن نیستیم. برنامه مزخرف میبینیم. همین برنامه کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید باید چند میلیون بازدید داشته باشه؟ 1000 نفر پوره نمیتونه. برو مرا کار نداری، برنامه مرا کار نداری، بیاندیشید و ثروتمند شوید گوش کن. اما نمیکنیم. ما میخوایم برنامه مزخرف بینیم و نان باز چور کنیم، گدایی کنیم. احتیاج ملک مردم باشیم، در دریایش غرق شیم، در کوی شیخ بزنیم، اونجا کلسیا بگویم، اونجا افغانی کثافت بگویم، اونجا بوت خود سر ما ماچ کنه. اونو حالت کار داریم اما 1 ساعت روزمره برای یادگیری خود وقت نداریم. یک ملتی که نمیتونه یاد بگیره بدبخت میمونه، بیچاره میمونه. هم وطنم من درد تر لحظه احساس میکنم، ولی اشکریزی رای حل نیست. اینی کارا رای حل است. بگیریم قوانین موفقیت یاد بگیریم. این باورش به این بود که باید اینمی قوانین موفقیت که ناپلئون هیل پیدا کرده و دیگه دانشمندا باید در مکاتب درس داده شود، شاگرد یاد بگیره. میگفت اگر بتوان این موضوع را به درستی آموزش داد، انقلاب عظیم در نظام آموزشی ما ایجاد می شود. او معتقد بود که میتوان سالها تحصیل در مکاتب را با نصف آنچه امروز دارد کاهش داد. یعنی میگه اگه قانون ما بتیم در نیم وقت بیشترین نتیجه را میگیریم. ما 12 سال در مکتب هستیم، 4 سال 5 سال در پانتون هستیم، برآینده هیچ جور نشد از ما. ولی اگه میگه قوانین یاد بگیریم در نیم وقت تاثیرات ما از 16 سال کرده، از 20 سال کرده تحصیل کرده به مراتب بیشتر میشه. خودت خود میبین دیگه دوستی از نازنین ما کتابی که میخوانی خودت هم احساس میکنی ولی چیزا رو در مکتب بر ما نگفته بودن. گفته بودن نه. استفاده از نمر موفقیت اندرو کارنگی به چارلز شواب امکان داد که به پیروزی عظیمی دست یابد. استفاده از این فرمول 600 میلیون دلار ثروت را به دست آورد که یک دانشمند، یک کسی بوده، یک تجاری، چارلز شواب در امریکا بوده، از مردم اون قوانین استفاده کرده 600 میلیون دلار به دست آورده. ما که قانون استفاده نکردیم چی نان خشک چور میکنیم؟ نان خشک کلک تا یک نان خشک برام نمیتیم. بفرمایید یک نان خشک چور مندازم. دیگه مثال داره، یک مثلا چند تا مثال میگه. حالا ما ده ها سخنران و آدم موفق دیدیم میگه من تاثیر کتاب بیاندیشید ثروتمند شوید است. باید هم باشه دیگه. با آدمای موفق مصاحبه کرده، گفته بیادر تو چی کردی موفق شدی؟ گفته این کار کردم. تو چی کردی؟ این کار کردم. تو چی کاری؟ ناامید نشدم، شکست قبول نکردم، زحمت کشیدم. اینا اصول موفقیت شد. ما تو هم عملی کنیم میبریم زندگی رو. در پلی از کتاب 50 گام موفقیت ما سمینار داشتیم، 50 اصل بیان کردیم، نتیجه زمین کاراست او را گوش کنین. گوش که دیگه. آرتور ناش خیاط اهل سینسیانانی توانست با استفاده از فرمول موفقیت پیشنهادی آقای کارنگی فش را متحول سازد. یک خیاط عادی بود ولی همین قوانین کارنگی استفاده کرد. او از موسی ورشکسته سازمان موفق ساخت و به صاحبان شرکت سود کلان نصیب کرد. امروزه با آنکه آقای ناش وجود ندارد، موفقیت سازمان و همچنین تضمین شده است. تجربه به تفصیل در روزنامه و مجلات به بحث گذاشته شده و درباره‌اش قلم فرسایی کردند. یعنی یک خیاطی را استفاده کرد به یک شرکت کالا تبدیل شد. استوارت آستین وایر اهل دالاس تگزاس از جمله کسانی بود فرمول پیشنهادی کارنگی استفاده کرد. او برای این مهم آمادگی داشت، آنقدر آماده بود که دست از کار کشید و به تحصیل در رشته حقوق آورد. آیا او موفق شد؟ داستان زندگی او نیز برایتان شرح می‌دهیم. در دانشگاه لاسال وقتی در سمت مدیر تبلیغات کار می‌کردم با کمال مسرت دیدم که چگونه آقای چابلین با استفاده موثر از فرمول موفقیت کارنگی دانشگاه لاسال به یکی از دانشگاه‌های بزرگ و معتبر کشور تبدیل کرد. یک پانتونه با استفاده از این قوانین رشد داد. خلاصه تو یعنی اگر امروزه فرض مثال شاید سایت باشه پرسان شود که بیا در کسایی که از این کتاب تجربه داره چی پولای به دست آوردن که شما اگر جمع کنیم بسیار زیاد است. من فقط بعضی قسمت‌ها رو یادداشت کردم، مثل کتاب قبلی خط به خط پیش نمیرم، جای مهم براتون میخونم آسان‌تر شه و قوانین بگیرین استفاده کنین، فرصت یافتین خودتون باز کتاب اثر بخونین. پرزیدنت ویلسون در جنگ نخست جهانی از این رمز استفاده کرد.
رئیس جمهورشان هم استفاده کرد. او جزئیات رمز موفقیت را به فرد سربازانش در جنگ انتقال داد و آن را قبل از اعزام سربازان به جبهه به شکل موثر به آنها آموزش داد. پرزیدنت ویلسون به من گفت، به ناپلیون هیل گفته، با کمک این فرمول توانستم بخش مهم از هزینه‌های جنگی را تامین کنم. بر عسکر خود قوانین یاد داد. رئیس جمهور که تو کنی قانون سبب موفقیتشان در جنگ شد. قوانین است که در جنگ پیروزت میکنه، در تجارت پیروزت میکنه، در درس پیروزت میکنه، در خانواده پیروزت میکنه. استفاده کنیم. بنان شکر خدا که این زمینه فراهم شده که کتاب خدمت شما توضیح میتونم. در 20 سالی که به درخواست کارنگی پژوهش میکردم، ناپلیون هیل میگه 20 سال برش وقت زندگی صدها مرد نامی را تحلیل نمودم. بسیاری از آنها اذعان داشتند که موفقیت خود را مدیون رمز موفقیت کارنگی هستند. حتی اونایی که میگه مصاحبه میکردم میگفتن کی از برکت کارنگی بر ما روشای موفقیت یاد داد. هرگز کسی را نیافتم که ملهم از این رمز بود و موفق نشده باشد. ملهم از این رمز بود. هیچ کسی میگه پیدا نکردم که همین قوانین استفاده کرده باشه و با موفقیت نرسیده باشه. بنان تو هم استفاده کن، هم وطن میرسی. استفاده که قانون 1 سال بعد در پایین می پست بیا و کامنت داشته که بگه نه در 1 سال این کتاب تغییرم داد. مطمئن هستیم نتیجه میده. نتیجه داده بر تو هم نتیجه میده. هرگز کسی رو نفتم بیان که به این رم تزیج باشه به موفقیت برسه. میگه بدون از این قوانین هم هیچ کس نید موفق شده باشه. 20 سال کار کرد اینی نتیجهش بود. هر کسی قانونا رو استفاده کرده موفق شده. هر کس تنها باز کار کارنگی نیست، اونا تنها با نظریات کارنگی شده بودن. خود دگام از 500 نفر دیگر رو جمع آوری کرد و یک جای کرد و از او نتیجه گرفت. دوستای نازنینم گوش کنین. کارنگی سرمایه داره. ناپلیون هیل نویسنده است. این آدم که میبینه در چشم و در برق نگاه از این آدم میبینه که والا این بچه آدم زحمت کش. کاش که این آدم ها را پیدا کنیم، کمک کنیم. هموطن گرامی، من کدام وقت من امکانات مالی پیدا کردم یک مکتب یا پانتون جور میکنم. اگه خدا خواست اینم تو میرم در سر تا سر افغانستان استعدادا را میپالم. ای تو اولادایی هستن آتش هستن، آتش مغزشان تازه، اما در فقر غرق هستن، سر زمین تنها کار میکنن بیچاره. اینا رو جمع آوری کنی بیا یک لیلیگک یک شکم نان کار دارن، زیاد چیز کار ندارن. اما ترس نه یک شکم نان میخوایی برات باشه، بگوی به فکر آرام درس بخون بچی تحول بیار در وطن. حالی یک کسی سرمایه داره می کار کنه به خدا تاریخ فراموشت نمیکنه. مثل امی بزرگان نامت ثبت میشه. یک روز یک کسی دیگه یک کتاب خواد نوشته که انسانای موفق افغانستان که پول حلال به دست آوردن، رشوت نخوردن یا از راه غلط به دست آورده بودن، یک دفعه یک روز متوجه شدن که میتونیم این پول پس حلال بسازیم. بگی پس سر مردم مصرف کن، مردم تا میبخشه، تا تاریخ هم میبخشه. خیر میگه حرام خوردی، خیر از پول نظامی دوزی کردی، از پول مکتب دوزی کردی، از پول قراردادی سرک قیر خراب کردی، ولی که پس متوجه شدی به خدا آمدی، خدا برات یک فرصت داد بگی اصلاحش کن. یا یک کسی دیگه پول حلال داره، خوبترین راه مصرفش راه درس است. اگر میخوایی اینمی یک فکر است که در ذهنم است، کمی اول نمره، دوم نمره لایقاست، سوم نمره مکاتب در سر تا سر افغانستان بود. کسی که یتیم است درس خوان، غریب است درس خوان، نمره باید بکشه. شرط پانتون و لیلی ما است که نمره تاب باشه. جمعشان کو بنداز در می لیلی بگو فقط درس بخوان، فقط درس بخوان، برش بورسیه بکش بره خارج. اینا سرمایه تو میشه. امروز همه تو میکنن دیگه، نه سرمایه دارا. شما پرسان کنین میرن در مکاتب لایقا در پانتون لایقا را جمع آوری میکنن، برشون سرشان کار میکنن، پس شرکت های خود سرش میسازن، پول به دست میارن. تو به خاطر خدا میکاره کن، او خوب به خاطر خدا هم نمیکنه. تو خوب باز هدف داری، خدا هست. حاجی صاحب گلم از اینکه در پول دیگه کجا به درد میخوره؟ چقدر که شوس رو نکنی، چقدر به خدا آخرش سرافگندگی داره. انسان خیلی خورد و خوراک نیست. اینا گرفت اصول جور کرد، وطن خود ساخت. ما و تو هم میتونیم. برنامه علمی رو کمک کن. همین برنامه رو کمک کن. بگی یک کتاب، ما میگیم همین کتاب اسپانسر شد، در برنامه بعدیش میگیم حاجی صاحب فلانی اسپانسر شده، کتاب برای حاجی صاحب دعا کنیم. داخل کتاب که رسیدیم میگیم میرا مصارف حاجی صاحب داد برش دعا کنیم. ببین که در کامنت ها چقدر مردم دعایت میکنه، قدر خوبی تا میفهمه. کسی دیگه که میتونه. تنها کل فشار سر من نمونین. ما وقت خودم ماندیم، انرژی خودم ماندیم، کار دیگه نمیکنم. کل روزی رو بر شما ثبت میکنم. مثلا شما ویدیوهای مرا، برنامه رو ببینین. مثلا ما امروز از صبح به خاطر که مصرف کم به از صبح شروع میکنیم تا با شام، تا وقت معاینه خانه داریم. مریضا میاد فیسایشان که جمع کردیم، ایره باز کل یک ماه پس مصرف کمره و ادیت و
انداختن در نت و اینا را مصرف میپردازم. یعنی من فقط کار میکنم، انرژی وقتم پولی هم که به دست میارم پس در این سیستم مصرف میکنم. ولی به تنهایی چی وقت؟ غیر ما هر کس می بود وقت کم انگیزه شده بود. در این وطن دیدین کل قراردادی ها را میگیرن. گرفتیم کدام قرارداد نخیر است، کدام موسیقی کمک گرفتیم نخیر، به دامان کدام رفتیم جاسوس شدیم نخیر، خدا به مردم سپردیم. میگم خدایا مکت مردم هستم. مردم کجا گم است؟ تا وقتی پولدار میشید کشور که بری حلقه غلامی پرتی، باز وقت نمی نانشته میکنه اوه خو غلام برآمد، ای خو جاسوس کشور فلانی برآمد. نه، من جاسوس کشور فلانی نمیشم، ولی تو هم گم نباش، تو هم کمک تکو به برنامه. تا چی وقت سر من؟ تو ثواب کار نداری؟ خب یکی برنامه را سپورت کن. من کتاب مکتب 16 مضمون مکتب بر ارسون جور کرده بر تو موفقیت سیمینار با 50 افغانی من سیمینار جور میکنم. یک سیمینار میشه 1000-2000 افغانی برای من. او 1000-2000 دم خود سیمینار پس مصرف میشه. دالی که بعضی از بزرگی به خاطر هم دوستی که دارم از تالارای خود از من فیس نمیگیرن. اگر این کرای یک تالار 20000-30000 افغانی است. اگر من بخوایم یعنی او رو باید تاوان بدم. شما ببینید یک نفر دیگه چقدر کار کنه. نشته کلتان میکنیم والا در سر تا سر جهان مازی استفاده میکنیم. که استفاده میکنی آیا بر تو زندگی خانوادگی تا جور نکردن این برنامه نمیارزه کمک کنی برنامه تا؟ مرا کمک نکن، من به کمک تو نیاز ندارم. من اگر بخوایم همین پولا رو سر از این برنامه مصرف نکنم جمع کنم هم سرمایه دار میشم. ولی نه، من برنامه تا کمک کن. از این برنامه هر فایده گرفتی پس هم قدر نیمیشه، پس کمک کو بگویی رو بگیرین یک کتاب دیگه جور کنین، بگیرین بر یک شاگرد درس ارائه کنین. تو میتونی اما نمیکنیم. نه، یاد ما باشه فرق ما و کارنگی ها دینمی هست. فرق ما و ناپلیون هیلا دمیست. فرق افغانستان امریکا دمیست که او ابرقدرت میشه مردمش کار میکنه. تنها کل فشار میمونیم به یک نفر. همین رسه زورش به خدا دیگه کم انگیزه میشه. یک مست یک طبیعت دیوانگری دارم، میگم نه که تا آخری روز زندگی من میکارم میکنم، هیچ کس کمک نکنه. هرچند یک تعداد بزرگوارا که می دیزاینکی که جور شده، میره خواهر بزرگوارم به نام فخرالنسا فیضانی کمک کردن. دیگه دوستان کمک میکنن، خانهشان آباد. هر کدام تان خواستین بعضیا کمک کردن و نامتان ما حاضر هستن در برنامه بگیرم عکستان روان کنین بانم بگویمینی مثلا 100 رو کمک دانستی، قدر کمک دانستی و قدر کمک دانستی. یا کتاب مکمل خرج شد. ولی یک فقط خود فکر کنین مصرف داره، نه یک برنامه. شما یک کمره برای محفل عرسیتان میرین در یک روز از شما 50000 میگیره. ما از صبح تا شام برنامه ثبت میکنیم. چقدر مصرف داره؟ بسیار مصرف داره. یعنی از زور یک آدم بالاست. ما بعضی وقت قرضدار میباشیم آخر ما، یا پول اینترنت سرم مونده، یا پول کامرامین مونده، یا پول ادیتر مونده، چیزی بالای ما مونده. از زور یک نفر بالاست دست به دست هم بتیم افغانستان بسازیم. به هر صورت دوستای نازنین، باز ضمن از گپا اینا یک یادآوری سینا رو به خاطر میگم که یک ادب و اخلاقی در راستای کمک پیدا شود. شاید هیچ به درد من نخوره، کمک هم نکنین، یک کسی دیگه رو بتونین. صبح یک جوان دیگه پیدا میشه، بیرسیم یک جوان پیدا میشه کار میکنه، کمکش کنین. همین مثلا استادار خودتان جمع شوین، یک تیم آجی صاحبا پولدارات تجارای ما جمع شود، در 100 تا حالت پول مصرف میکنین، نانخوش خیرات و تبلیغات تا نمیکنین. بگیرین استادار زنگ بزنین بگوین 20 نفر استاد نخبه افغانستان کار داریم، برش مثلا 20000-30000 معاش میتیم، بگیره درس ثبت کنه درس داده بره. به خدا افغانستان جور میتین. راههای جور کردن است، اما نمیخواین خیر نخواین. ولی من تا آخرین لحظه در خدمتتان هستم. از هیچ کس گله نداریم، خوشحال هستیم، سپاسگزارتان هم هستیم. یک نفرم که ببینه بس است. دانیال پیامبر یک تا اومد داشت، یک اومد. یک دوستام داشته باشیم، یک شنوندام داشته باشیم، یک بینندام استاده نمیشیم. یک روزی تاریخ افغانستان بگه یک کسی بود خدا فدای درس و تعلیم میکرد. شاید بر نسل‌های بعدی ما یک انگیزه باشیم. میتونی که به پالا بگه هیچ کس نکرده ما هم کار نمیکنیم. به هر صورت دوستای نازنین، فصل اول کتاب میمانیم در درس سوم. اما از مقدمه کتاب معلوم است که کتاب بزرگ است، شوق داره. نه آدم بالا پرواز میتونه، شوق. چندین برنامه است که باید خسته باشه، ولی تا شروع کرده بخیر این که ثبت نکنیم شاید برنامه